سلام، حالتون چطوره؟ من پابین هستم و خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. خب آقا اومدیم با دیسبک پوری ادامه دیس بازی ملتفت و زد و بند بریم که داشته باشیم. خیلی مشتاقم ببینم چی شده. اسم ترک هست اماله و از یوتیوب خود گادپوری استریم میکنیم. بریم که داشته باشیم. فقط قبلش یادتون نره چنل من سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، اینا خیلی به من کمک میکنه. یوتیوب پوری لینک موزیک ویدیو هست توی دیسکریپشن. فقط موزیک ویدیو دیگه ویژوالایزر لینکش هست توی دیسکریپشن. برید سر بزنید، از اونجا استریم کنید، ویو بزنید و خلاصه که حمایت کنید دیگه. اینستاگرام منم که گفتم توی دیسکریپشن هست، به اونم سر بزنید. بریم که داشته باشیم که خیلی هیجان دارم. دماغ میزنم داد فساد زد به ریشه بالا سونی که با سران قوم و خیشه بزا صدام تو کوچه به پیچه عمیق شدم اونقدر تو میزنن شیرجه میگن ارشاد میگیم به کیچه ربطی داره زندگیمون چه شکلیشه قضیه نه پول نه پرستیژه. خب اماله از گادپوری ما اینو آن کنیم. یه لحظه اجازه بدید. خب ما اینو آن میکنیم. میشه که بشه پوری اماله آفیشیال ویژوالایزر بیت پروداکتر دکستا میکس و مسترینگ سیامند پروداکت منیجر امیر هومی و آکیو، ویژوالایزر هم امیر ای پی، پلتفرمز منیجر هم آردا، لیبل هم که زد و بند. بریم که داشته باشیم. میتوش کنیم تبلیغ. خب کیفیتش هم تنظیم میکنیم. خیلی سری کارا رو مخه. بریم که داشته باشیم. نه تلفنو اصل جنایته این یکی هم خشنی قبل آلبوم بوده نمیخواستم ولی خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش بالا سرید کجاست جلو اومده قناریش خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش شاپورو میگه. بعد چی میگه؟ خود فدایی کی باشه که تو باشی فداییش بالا سرید کجاست جلو اومده قناریش کم مایه بالا سرید کجاست جلو اومده قناریش فدایی رو میگه. خدای فدایی رو ندیدم بیفی رو ببازه. بذار خایل پا که نداری شمتون رو سیخ میزنه پوری داغ کبابیش بیا شمار شاسید کج بیمت میخواد کارشناس تو گیلان پذیراییم واسه پلاک ناشناس لول کوتا شکاری زیر کاف شناس اینجا خزر مافیا تر راشناس نمیخوام بیادب شم چون اینجا به جانی تو که زیرم دست و پا میزنی مثل به چامی بگو بزرگترت برسه چه آقا چه جانی که سروش و فروخته پقی به خر تجاری نداریم که سروش فروخته. آقا خوب داره میزنه. پوری خوب شروع کرد نسبت به ملتفت. البته خب ملتفت شروع کننده بود، دیس بود. اصولا دیسبک بهتر از دیسه، خفن‌تره. چرا؟ چون یه پیش زمینه بوده که بخواد رو اون اولا جواب بده و جوابای اونه و اون همونجوری داره میزنه. واسه همین دیسبک یه جورایی قوی تره. آره فقط من نمیدونم چرا انقدر تایم دیسبکاشون پایینه. با یادمونه یه زمانی بیف میشد 5 دقیقه ترک میومد، 4 دقیقه ترک میومد. یعنی من قشنگ یادمه کشی بیت به تتلو دیس داد و تتلو اومد
تو 2 دقیقه مثلا دیسبک داد، ما گفتیم چه کم، ولی خب اونم خوب پانچ داشت و البته که از خفن ترین بک ها بود واقعا. هر سیاسی هیچ پوفیوزی، سیاسی که ساده میکنید گنده گوزی. عربی چیه جون بات میرقصم تانگو، ولی کس ننت اگه روم نکشی اوزی. اوه چه خوب زد. توی کدوم بود میگفت همین چیز دیگه، الکی بود اگه اشتباه نکنم، عربی میرقصید و فلان و اینا، روتون یوزی میگیریم عربی میرقصیم. عربی نمیرقصیم، میرقصیم با تانگو. و چی اگه عربی چیه جون بات میرقصم عربی چیه بات میرقصم تانگو، ولی کس ننت اگه روم نکشی اوزی. ای کس ننت اگه روم نکشی اوزی، اما یوزی یا منظورشه دیگه، مسخره کردنشه. دیستادی که بک بدم تنت شیوه، شو دنبال ویومی گات پوری شیره. داستانی نداریم با رپری که فیده، علل خصوص یه قناری که نداره چهره. آکی میگه فنچه این بی خیال وباله، طرف بیف نمیخوره باید بماله. حمید میگه بکاره بکن کاراشو رواله، گاد میگادت زد و بند کرده اماله. نمیکشه دیگه کارتون طول، بیفام وان خون رو دوشم مگان جفلو. بیا با کیف پورت پول پیشم یا ساک پورتوف، بابا که پورت تو را هم یه چیزی گفت ماله. نمیکشه دیگه کارتون طول، بیفام وان خون رو دوشم مگان جفلو. بیا با کیف پورت پول پیشم یا ساک پورتوف، بیام پیشم یه ساک پورتوف. اصولا ما دیگه پورتپول، ولی وقتی جای پول و توف عوض میشه خیلی قضیه دارک میشه. خیلی خوب بود، دوست داشتم. یه بار دیگه کارسو داشته باشیم، کارس بود دیگه اگه اشتباه نکنم. گاد میگادت زد و بند کرده اماله. نمیکشه دیگه کارتون طول، بیفام وان خون رو دوشم مگان جفلو. بیا با کیف پورت پول پیشم یه ساک پورتوف، بابا که بیا با کیف پول پیشم یه ساک پورتوف. چه باحال، دوست داشتم لفظ. پورت تو را هم ندارم ترمز، داشتون کسخاره کار گاده اورجینال نابه. آره میزنه فیلم شخ تو نیست دوزاری بارت، داخل میگیره دهنه تو گل با وکال خامش، تا که بره پشت میکروفون برسه خدا به دادت. شدن جلوم گوشا به خط قشنگ یه گیم، اینجا به بد تنم عادی داسه سخت. یه پام رو گاز رو کال صفت، بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون. خیلی خوب داره میزنه پوری هم وحشی میزنه ها. پوری هم خوب لفظ بازی میکنه خدایی. من فقط سر همون قضیه حکومتی بودنه باشه مشکل دارم، هنوز بهم ثابت نشده درست، ولی خوب زد. گوش کنیم ببار دیگه اینجا رو گاز رو کال صفت، بیا تو رینگ پانچ میاد مثل سخت. یه پام رو گاز رو کال صفت، بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون. فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون، تیم شید همه رو هم میکنم تو ناردکور. این بوس فاز گنگ چیه نشستید پا وارزون. ولی وارزون ورژن موبایل نداره، داره؟ البته خب بهترین چیز نشون دادن بازی کردن همون گوشی بود دیگه اینجوری. البته میتونست دست PS4 هم باشه، دارم کس و شعر میگم راستیتش، توجه به این حرفم نکنید. یه پام رو گاز رو کال صفت، بیا تو رینگ پانچ میاد مثل تایسون. فاز گنگتون چیه نشستید پا وارزون، تیم شید همه رو هم میکنم تو. ولی این نحوه دست تکون دادن نحوه بازی موبایل بود. تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون. اوه کی گفت این بوس آخرش انام گارسون؟ فدایی رو زد و من نمیدونم همه هم تو همین قضیه به فدایی گیر میدن که گارسون شده. تتلو هم با همین قضیه زد فدایی رو. چی میگفت؟ یه چیزی میگفت یادم نیست چی میگفت، ولی فکر کنم تو افعیه همچین چیزی بهش زد، افعی یا برزخ. خوب داره میزنه پوری. هم میکنم به تو ناردکور این بوس آخرش انام گارسون. بیا حضور بهت بگم اون دکتن کی، چون همه تو سولاخید مثل میمه ملتفت. همه تو سوراخید مثل میمه ملتفت. دیدین یکی از دوستان برام نوشته بود تو پیوی راجع به ملتفت. ملتفت اون سوراخ وسطی. دوست داشتم قشنگ گفت. تو جمع سیبیلا جا واسه تو چونینی. ولی
بیت خیلی خفنه ها. حالا ما راجبش صحبت نکردیم، بیت و فلو خیلی خفنن. پوری که هم فلوهاش خفنه، بیت هم که اصلا عالی. دیگه به هیچ تلاشی پاسخ داده نخواهد شد. پوری زد و بند. به قول حسین این کارا چیه؟ یه اسلحه بدیم شلیک کنی بابا. الان پوری دیس میکنه ما را. نه ولی واقعا این قضیه قدیمی شده دیگه. اسلحه بردارید شلیک کنید شما که دم از خلاف میزنید. و تمام. بریم و بیایم راجع به موزیک بیشتر صحبت کنیم. دماغ میزنم داد فساد زد به ریشه بالا سونی که با سران قوم و خیشه بزا صدام تو کوچه به پیچه عمیق شدم اونقدر تو میزنن شیرجه میگن ارشاد میگیم به کیچه ربطی داره زندگیمون چه شکلیشه قضیه نه پول نه پرستیژه. خب ببینم از این ریاکشن ویژوالایز چی بود اسمش، اماله از پوری دیسبک شاپور، در واقع دیسبک ملتفت دیگه، خیلی خفن بود. من خیلی باهاش حال کردم، دوست داشتم، قشنگ زد، پانچای خوبی داشت. و معطل نکنیم سریع برم مال فدایی، نه بک شاپور، بک فدایی، مثل که بک دادن خلاصه. آره اونم بگیرم و ببینیم چی میشه، ببینیم اونا چیکار کردن. بریم. مرسی که تا اینجا کار همراه من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی که تا اینجا کار همراه من بودید. اینستاگرام من توی دیسکریپشن هست، بهش سر بزنید. خوبه، چیز خوبی ممکنه بذارم، چالش مالش. لینک موزیک هست توی دیسکریپشن، اونجا سر بزنید. و خلاصه که حمایت کنید از آرتیستای ما خیلی به کمک نیاز دارن. مقایسهشون کنید با آرتیستای اونور، ببینید چقدر اونا پول دارن، اینا چقدر پول دارن. کم حمایت کنید. خلاصه که فعلا خدافظ.